استاد وقتی که همین قربانی میکنیم یا ذبح میکنیم، چه مرغ باشد، گوسفند باشد، گاو باشد، در جای ما میگفتن که همین کورچه دمش کیمچ خیلی دمش یک گردش داشته باشه، خیلی یک گپ بوده وقتای پیشتر. همین را میگفته که کورچه یگان شکلی معین داشته باشه باید برای ذبح کردن، قربانی کردن. نه، مهم تیز باشد. پیامبر مثلا صلی هم الله علیه و کورچه آله که ناخن کتی نکشتم، ناخن کتی نکشتم گفتن. یعنی اکو ناخنای ما کتی نمیشد، ممکن ناخنای بعضی آدم کتی ممکن شود هم ده. ناخن اگر تیز کرگی باشد، بعضی آدم ها این کار میکردیم. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله من کردن که ناخن کتی ذبح نکنه تا گفتن. کارت کتی کارت تیز باشه. این شکلی معین شرط نه، چه خیلی حالت نباشد کارت تیز باشد که جانور عذاب نکشد و راحت کنه. مثلا یک حالت تعجیلی میشود که در راه هستیم میبینیم یگان حیوان یگانجا افتیده، کورچه نداره، مقصد یگان سنگی تیز کتی هم میتونیم گردنی هم رو کنیم بریم که خاموش برویا کارت ضرور همون است. حلال شود. مقصد فقط یک کارت چیزی باشد. تیزی باشد که اگر خیلی سنگ باشد و نکن تیز باشد، خیلی حالت های اضطراری به هر حال شریعت به نظر میگیرد. لیکن آدمی که مثلا در بین چاروا زندگی میکند و چاروادار هست در یک دهات یا هم خیلی یک کشوری زندگی میکند که همه جو پوری چاروا هست، همین خیلی حادثه ها شدنش ممکن است، حتما یعنی باید او یک کار داشته باشه. او پیشین موی سفیدای ماهی بینید یگانتش همیشه کار داشت، بیکار نمیگشت، همشان کار داشت بود. با حتی بعضی آدم ها خدا رحمت کند گاوای درست هم حلال میکردیم. گاوای درست گوسفندای دوب درست حلال میکردین، صاحبش میگفتن که اینو من حلال کردم حقم تی. یعنی میمرد گفتن قریب میمرد من اینو حلال کردم، گفته با حقشون هم میگرفتین. دروغه. مقصد هم یک ماه پیش باره ما خانه در یک مرغ خریدیم برای خوردن خانه. همین یک کورچه همین خوجگی در استفاده بودگی کرچکه پیاز پس میکردگی تیزی خوشرو بود، با همون قطعی من مرغ کشتم. میشن تیز باشد شد، مهم تیز باشد. همین مسئله ای که سوره فاتحه را شما فهموندگی یعنی خیلی میتونیم چند قولای گفته بودیم فهمونده بودیم در مسجدهای ما اسپید نمیکنیم. ای قفای امام همین تکبیر هم میگیم همقدر تیز میخونه که فراموش میکنیم گاه نماز تمام میکنیم که ما نماز میخوندیم. خود ما در پیش الله تعالی حس کردن نداشت با خاطر اون برای فقط در فکر ما میزنیم که آیا ما اسپید نکرده باشیم وظیفه فاتحه را ای قفای امام یا که تحیات یا که سبحان ربی العظیم گاه یک بار اسپید میکنیم همقدر تیز میخونه. خیلی چی میشه وای قفای خیلی جوان نماز جوان نریم، مقصد میترسیم که ناگور میشیم میریم همقدر تیز میخونه او رو نمیشه، او رو اصلاح نمیشه. امام میگیمشون خوفای گفتگی هستیم با بگیم خوف میشه و ایدافعه برده بوریگه بگیم که اون پرابلم هم میشه. نعوذ بالله. اتحیات موبایل هم اسپید نمیکنیم، اتحیات اخیر از صلوات هم وقتیم گاه صلوات هم نمیخونیم. مقصد هم جماع قفای امام اقتدا کنیم نکنیم، سلام تا صلوات رو نخونده ایم یا که دعا رو نرسیده ایم. همین نماز رو همین مسئله رو میفهمونه کدوم تا کدوم حالتهای امام اطاعت کنیم، کدومش رو اسپید کنیم، نماز درست میشه و نمیشه. خیلی همین رو میفهمونده. اگر رفت و یگان رکنها از دست رفت، مثلا اتحیات خوندید صلوات نخوندید، همین به زور اتحیات خوندید که سلام داد، صلوات هم نخوندید، دعای هم نخوندید، مثلا یا سوره فاتحه نخونده موندید یا یگان رکن اجرا نشد، بعدی نماز در خانه آمده از نو اعاده میکنید، چون که رکن نخوندید یا رکن اجرا نکردید. چون که بعضی علما مثلا صلوات رکن گفتگیان، رکن یعنی بی صلوات نماز باطل است گفتگیان. پیش از سلام اگر صلوات نگوید در آخرین تشهد نمازش باطل میگن، اگرچه بعضی ها واجب هم گفتن. به هر حال میبینید اگر بینید که نمازتون حرکت کنید در این خیل آدم ها سبحانک اللهم نمیخوانید ده. سبحانک اللهم خواندن سنت است.
سوره فاتحه خواندن در نزد بعضی علما رکن است. رکن. بی فاتحه نماز باطل. در این حالت شما سبحانك اللهم نمیخوانید، الله اکبر میگویید و حتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هم نمیخوانید، چون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خواندن، بسم الله الرحمن الرحیم خواندن سنت است. سوره فاتحه خواندن رکن است. فقط سوره فاتحه میخوانید. اگر همین خیلی حالت شود، اگر امکانیت نباشد، همین خیلی تیزی بعد میخواندگی امام باشد، همین فقط چیهاش میکنید، مهم جاهاش میکنید تا اینکه نمازتون درست شود. بعد نمازتون مثلا سبحانك اللهم نداشت، 5 بار سبحان ربی العظیم گفته نتانستید در رکوع، یهانا بعد نمازهای نافله که جبر میکنید. نماز نافله بسیار میخونید جبر میشد، یعنی کمبودی در نماز فرض شدگی جبر میکنید. نماز جماعت فرض است، یعنی واجب است در نزد اکثر علما. حتی آنهایی که سنتی مؤکده میگن که رخصت داده نمیشد به یگان آدم که به نماز جماعت نرود مگرم با عذر. میگن عذرش باشد بعد معلی تو نرو گفته رخصت، یعنی رخصت خودش رخصت یعنی به رفتن فرض باشد ثانی رخصت میگیرید. مثلا کار ساعت 8 شما ساعت 7 رفتنی باشید رخصت میگیرید از صاحب کار، بعد میرید. اگر کار تا 8 باشد و 8 شود رخصت نگرفته و رفتن میگیرید، وقت تمام شد. میگم که نماز جماعت سنتی مؤکده هست، لیکن بی عذر رخصت داده نمیشد برای نرفتن. میگم برای همین نماز جماعت میرید. اگر بینید که نمازتون فرضاش به جا آمد، خانه و آمده گشته اعاده میکنید. همین اعاده کردگیتون یا رفتگیتون یکتاش نافله میشد، یکتاش فرض ساقط میشد. شما برای هر یک قدمی به مسجد ماندگیتون ثواب میگیرید، گشته آمدید ثواب میگیرید، یعنی نماز جماعت به اشتراک کردید ثواب میگیرید. حتی بعضی علما میگن که اگر امام خطا کند هم الله تعالی یعنی که نماز مقتدی را قبول میکند و خطا کند بر ضرر امام بر فایده شما میگن. به هر حال همین قاعده ها را اجرا میکنید و الله تعالی اعلم.